با سلام مجدد خدمت همه عزیزان، امیدوارم که روزگار بر وفق مراد باشه. مبحث آیسی لی‌آوت دیزاین رو در جلسه دوم پیگیری میکنیم و سعی میکنیم بیشتر در این جلسه روی اصول و مفاهیم درس، چجوری بتونیم لاگین بکنیم، از چه پلتفرمایی باید استفاده بکنیم صحبت بکنیم. ولی پیش از این خواهش میکنم که چنل ما رو فالو کنین، کانال ما رو فالو کنین و سابسکرایب کنین، لایک کنین، حتما کامنت بذارین، چون خیلی سوال ها هست که شما میتونین از ما بپرسین که یه تجربه برای ما بشه و بتونه کمک بکنه در آموزش بهتر. حتما جلسه اولم اگه عزیزانی که نتونستن یا فرصت نکردن ببینن، جلسه اولم ببینین. یه تاریخچه و یک بک‌گراندی راجع به آیسی لی‌آوت دیزاین و پیشرفت الکترونیک در این چند ساله توضیح داده شده که خیلی مفید میتونه باشه و حتما به دوستانتون این کانال ما رو معرفی بکنین. این تنها چیزی که ما از شما توقع داریم. جلسه رو شروع میکنم با سعی میکنم خیلی کوتاه باشه هر جلساتم که زیاد وقتتون هم نگیره و مفید باشه. این درس آیسی لی‌آوت دیزاین که از طرف کیدنس معرفی میشه، یعنی ما باید وارد سافتور کیدنس بشیم تا بتونیم لاگین بکنیم. با یونیکس یا لینیکس کار میکنه، یعنی با ویندوز کار نمیکنه. این در سافتور روی لینیکس یا یونیکس دانلود میشه و شما میتونید با یوزرنیم پسوردی که خود کیدنس براتون در نظر میگیره، که البته این کارها کارهایی که تیم آیتی یا اون کد تیم انجام میده و شما فقط یه یوزرنیم پسورد میگیرید. یعنی با کلیک کردن چند تا اپلیکیشن شما وارد محیط کیدنس میشین و یوزرنیم پسوردتون رو میزنید. ولی خب برای جهت اطلاعاتون من عرض کردم که از یونیکس یا لینیکس یکونم از اینها استفاده میشه و وقتی وارد لینیکس میشیم پلتفرمی که استفاده میشه رد هات هستش یا سنتوس، که حالا اینجا من سنتوس 7 رو دارم روی سیستمم، که اینا تمام چیزایی که کار شما نیست، یعنی هیچ جای نگرانی نداره. شما فقط همون یوزرنیم پسورد براتون کافیه و لاگین میکنین. مسئولیت تعریف کردن یوزرنیم، چجوری اکانت درست بکنیم، اینا با تیم کد یا همون آیتی تیم یا تیم آیتی هستش و شما هیچ مسئولیتی در این قبال ندارید. به شما یه یوزرنیم پسورد داده میشه، شما لاگین میکنین و میرسین به این صفحه‌ای که معرفی میکنه پلتفرم سنتوس. عین ویندوز، یعنی شما چجوری مثلا ویندوز، من حالا 2 تا مانیتور دارم توی این، به خاطر اینکه کار بس تو یکیش لی‌آوت باشه تو یکی اسکماتیک. البته بایدی نیست، ولی چون شما همزمان احتیاج دارین که 2 تا صفحه رو ببینین چه بهتر. بعضیا میان صفحه‌شون رو نصف میکنن، پنجره اسکماتیک رو مثلا میذارن نصف به سمت چپ، لی‌آوت رو میذارن نصف به سمت راست. خب وقتی که وارد محیط سنتوس میشین، اولین چیزی که از شما میخوام که کامنتی بزنین که مثلا لاگین بکنین برین توی برنامه ورچوسا، که اون برنامه به این صورت هستش که من حالا دارم به شما یه لی‌آوت نشون میدم و سمت چپ هم یه اسکماتیک هستش. این اسکماتیک همونجوری گفتم نقشه‌ای که دیزاینر به شما میده و این لی‌آوت کاری که وظیفه‌ای که شما اینجا انجام میدید. این کوچکترین سلیه که بهش میگن یه اینورتره، که اینا رو حالا بعدا صحبت میکنیم که اینورتر چیه، کارش چیه و شما به اندازه فقط به عنوان یک معرفی فقط باید بدونید اینها چی هستش. احتیاج نداره که بدونید کارشون چیه و برای چی گذاشته میشه. شما فقط وظیفتون اینه که از این 2 تا پنجره وا بشه و این دیوایس رو شما بکشین بذارین توی صفحه سمت راستتون لی‌آوت و شروع کنین وصل کردن اینا. من وقتی میرم روی قطعات میبینین که اینا حالا پالیگان هایی هستش که شماها اینا رو به هم وصل میکنین، اینپوت آوتپوت ها و این بالا پاور ها هستش. عرض میکردم که وقتی شما وارد این محیط میشین به صورت یونیکس هستش و شما چند تا کامنت اینجا تایپ میکنین که همون مثلا
کامنتیه که از قبل تعیین شده برای وارد شدن به دستگاه. یوزرنیم پسورد رو میزنین و میایین صفحه اول که یک لایبرری منیجری هست به این صورت، که این لایبرری منیجر رو که اگه من اینجا بزرگم بکنم که بهتر دیده بشه، در سمت چپ معرفی شده لایبرریتون، وسط سیل هاتون و سمت راستتون ویو هایی که خواهد داشت. مثلا اگه من کلیک بکنم روی یکی از اینها به شما این ویو ها رو میده که اینجا لیات هستش، ابسترکت هست یعنی خلاصه ای از اون لیات هستش، اسکیماتیک هست که دیزاینر ها اینا رو اینجا تعریف میکنن. شما فقط میرین روی لیات و اون لیات رو باز میکنین. این مراحل رو بعدها کامل به شما نشون میدم و بهتون میگم که بعد چجوری شروع کنین به استارت کردن یه پروژه. ولی خواستم به پنجره ها آشنا بشیم، معرفی کنم اسکیماتیک چیه، لیاوت چیه و چجوری بعدها میتونیم با این آیکون هایی که این بالا هستش مثل لانچ، مثل فایل، ادیت، ویو، کردیت و بقیه و این پنجره های بعدی که کنترل رنگ ها هستش و خیلی چیزهای دیگه که در ظاهر سخت میاد، ولی مطمئن باشین که همونجوری که گفتم خیلی راحت میتونین یاد بگیرین و این دوره هستش که با 3-4 ماه شما میتونین خیلی حالا بیسیکلی یاد بگیرین و شروع بکنین برای اقدام کنین برای کار گرفتن کار و یا اینکه برین این ادوانس شروع کنین، یعنی برین لیات های سخت‌تر و لول های بالاتر کار بکنین. ولی چیزی که مقدماتی لازم باشه شما میتونید تو 3 ماه یاد بگیرید. حالا من این جلسه رو خیلی کوتاه سعی میکنم همینجا تموم کنم تا جلسات بعدی بریم شروع کنیم یکی یکی معرفی تولزایی که باید باش کار بکنیم و چه جوری میتونیم که یک اسکماتیک یا شماتیک رو باز بکنیم و از توی اون شماتیک لیات رو باز بکنیم. تمام این جزئیات رو در ویدیوهای بعدی به شما میدم. خواهش میکنم که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین، لایک، کامنت فراموش نشه. ما از نظرات و عقاید شما استفاده میکنیم برای پیشرفت در کار خودمون. متشکرم. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین.